هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی، هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی، امروز چه خدمتی به مردم کردی. دوستان عزیز، خب هر یک قدم شما را سلام میگم، صبحتان بخیر. پس از خانه خودم ویدیویی را میمونم که خیلی درد کننده است. دو معیوبی گروه یکمی که با چنین مهر و محبت با همون تنی که پروردگار معیوبشون آفریده، مقصد سلامتی بگیم از درد آفریده، به محبت زندگی میکنن. الحمدلله مراجعت کردن ما والنتیر خودمون روان کردیم. دوستان عزیز، پای آسیابانو که الحمدلله همه وقت در خدمت هسته، خداوند خیرش ده. خواهش میکنم که این ویدیو رو با درست با دقت تماشا کنید. 100,000 روسیشون در کره که برای زندگیشو برقرار کردن، بعضی عضوهاشون مقصد درد هست که باید معالجه کنن. دوستان 15,000 سومانی میشه 100,000 روسیش. کسی میتونه التماس زنگ بزنه، احوالشون پرسه، کسی سوم نداره در حقشون دعا کنه. خواهش میکنم هم ویدیو را دستگیری کنید تا که همه ما مقصد اولش خداوند دستگیری کنیم. خدا نگهدار. باوری دارم که بر سری بلند مردمی غمخوار ما همه وقت یعنی که از حال این چنین معیوب ها با خبر هست. ان شاء الله خدا نگهدار. الحمدلله که چنین تنی سالم داریم، شکرانه همش. خدا نگهدار. ویدیو رو پر تماشا کنید. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران غریب، برادران مهاجر. امروز ما با درخواست یک عائله که هر دو زن و شش معیوب هستن و از ما خواهش کردن، این ما اومدیم در نزد خانه هستیم. این قرطاق است، طرف قرطاق داریم. راه دور نگفتیم، معیوبی را معیوبی نگفتیم. این ما اومدیم حاضر بوم درآمده از احوال این خانواده با خبر میشیم. ویدیو رو میگذاریم. رفتیم. دوستان عزیز، بیان خانه این برادر رو مدروی میبینیم و باشون هم صحبت میشویم. بعدا باز میبینیم. نه برادر عزیز، این برادر با آلشون مقصد مواجهت میرفتن. انشاءالله که باز ما یکانجا میشنیم با نوارا سر میتیم شما باشد دستگیری کردن ها فراموش نکنید. سلام علیکم برادران دست بخیر، برادران عزیز. من هستم با شما آسیابانا. امروز من به درخواست دو عائله معیوب که از ما خواهش کردن و درخواست کردن که ما بیایم، ما در اومدیم. در حقیقت شرایط زندگیشون وضبین بوده. باور کنید خنک است. آفرین این عائله که در این خانه خنک زندگی به سر میبرند، با که زمستان است. به همین خاطر سخن را دراز نمی کنم، سخن را به این عائله میتیم، بعدا با سخن را دوام میدم. من یک نفر زن هستم، معیوب گروه یکم هستم، صابر و مولده. همچنان که شوهرم گفتند که ما دو کس معیوب گروه یک هستیم. چخیلی که شوهرم فهماندن که مثال ما در یک خانه زندگی میکنیم، او اوقات در یک خانه هست. همچنین راست من همچون زن در شما میگویم، مهاجران مثال برادران در شما میفهمونم که همچنین راست میگویند که من معیوب هستم، اساقتی میگردم که ما محتاج هستیم، دستنگری شما هستیم که با ما کمک کنید. یعنی که با کمک مردم مهاجر نیاز داره، زندگی شما را مجبور کرده است. همین خیر؟ بله. شاهرخ و مولوده، این نوجوانی که میبینید با معیوبی خود نگاه نکرده، همه وقت در تلاش زندگی هستند. دوستان، به خاطر خدا، به خاطر روز قیامت، به خاطر دو معیوب
حرکت کنی، 1 روبل 10 روبل چقدر میتونی دستی کمک خود را دراز کنی انشاءالله. چنانه میگویند هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی، هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی، امروز چه خدمتی به مردم کردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. ولی دوستان عزیز، در این رقمایی که میبینی 7756 زبیر بانک و دوشنبه سیتشون 9959 که رقمای تلفنشو 2825 هستن، خواهش میکنم اول زنگ زد از احوالش پرسان شوی، کدمت که میدونی روی کمک کنی انشاءالله. یک شما رو پروردگار صد کرده برمیگردونه انشاءالله. خدا نگهداری هر یک کدوم شما. امیدوارم که شما کمک میکنید. خدا نگهدار.